سلام دوستان عزیز، چطورین؟ من احسان هستم و اینجا کانال احسان کیلر هستش. خوش اومدید به این ویدیو، لانگ ویدیو یا ویدیو بلند. فکر کنم بعد 2 ماه فکر کنم دارم لانگ ویدیو میذارم، بیشتر شورت ویدیو گذاشتم و برگشتیم تا یه چیزایی بهتون بگم. بچه‌ها قبل از اینکه حرف بزنم در مورد کارهای آینده‌مون رو کلا چرا این چند وقت لانگ ویدیو نمیذاشتم، بگم که این گیم پلی اسنایپر چالنجه توی مپ ایزولیتد مپش تغییر کرده. همونجوری که میدونید توی مپ ایزولیتد و اینکه 2 تا هدشات تمیز زدم، فکر کنم 11 12 تا کیل هم داشتم. آخرش به طور خیلی بدی مردم که خیلی فشار خوردم، راستیتش خیلی فشار خوردم. آقا اینجا الان نیا کن براتون صنایع رو. به نظر تو این شاتی که زدم و ریجستر میشد یا ریجستر نشد؟ درست اینجا اینو میبینین، این برای ریجستر میشد یا نه؟ فکر کنم بغل گوشش رد شد، ولی از نظر من برای ریجستر میشد. این دومی هم همینطور، دومی هم فکر کنم برای ریجستر میشد که حالا ولش. خب اینجا طرف رفته بود لای اون کلیسا دیگه. نه چی؟ آره رفته بود لای کلیسا دیگه، نمیتونستم ببینمش. بچه این طرف رو ببینین چقدر چوس این بود. اومد داخل، داشتم آرمور 200 میزدم با این کلاس آتیشی سمش. اومد داخل شات بهم نمیزد، فقط داشت با آتیشی در می‌زد. اینجا اسلات بک میزدم، طرفی شات بهم زد، شانس آوردم. نه اسلات بک میزدم، هدشات قشنگه اینجاست. 2 تا هدشات زدم، یکیش اینجاست. اینجا آرمورم تموم شد، اسنایپ کشیدم، اولی ریجستر نشد، دوم میس رفت، اسلات بک تا زدم، خودم دردم گرفت. خیلی دردم گرفت. درست گفتم؟ آره خیلی دردم گرفت. بعد داشتم خواستم در مورد کارهای آینده‌مون و کانال حرف بزنیم. دوستان اول که لایک و ساب کنید، اصلا حمایت نمیشیم ما این چند وقته. ببینم چرا نه شورت ویدیو هم که ماشاءالله نه حمایت نمیشه. 800 تا قدیما 400 500 تا بود، ولی الان دیگه 100 تا اینا. بچه های شورت ویدیو جدیدم که گذاشتم ازش حمایت کنید لطفا، خیلی براش زحمت کشیدم. حالا ادیتش بد هست و من ادیتور نیستم، کلا روی ادیت میزنیم، کات میزنیم، فلان میزنیم، آهنگ میذاریم، اینجوری ادیت میزنیم. این وال بنگر دیدی طرف خیلی سفید بود نمورد. خیلی از اینجا این گرفتم که رفت بزنم. آره خیلی سفید وال بنگر نمورد. آره بچه بعد داشتم میگفتم حمایت نمی کنید برای شورت ویدیو جدیدی که گذاشتم. خیلی از نظر من که باید حمایت میشد. 1000 تا ویو نمیدونم، حالا نه اینکه بگی 10,000 تا ویو 200-300 تا لایک، ولی بشه یه حمایتی بشه. مثل اون 2 تا شورت ویدیو که نزدیک 4000 تا ویو گرفت، مثل اونا مثلا بعد میشد. ولی حالا دیگه آقا اینم هد خورد، نمیدونم چرا بادی زد، نمیدونم چرا هد شما بگی هد خورد یا نه. آره دیگه حمایت نمیشه دیگه. بعد منم زیاد نمیتونم. بعد دیگه مدارسم شروع شده، منم کلاس 8م. توی این 3 سال بعد کل توانم رو بزنم بهترین معدل بگیرم که رفتم برای انتخاب رشته تر نزنم. بعد بهترین ها رو. بعد الانم مریض شدم، نمیدونم از صدام فهمیده یا نه، ولی مریض شدم، صدام نازک شده، نمیدونم چجوری توی ویدیو نمیدونم صدام چجوری افتاد. آره دیگه مریض شدم. بعد حاجی اینجا این طرفو با پامپت منو زد، فکر کنم یه ذره پر میخوره. اینو رفتم بک دادم با ریواند، اونم از اونجا خط منو داشت، آرمون رو زدم، اومدم اینجا یه اسلاید چپ زدم، با یه دور زدم، دومیو میس زدم، سومیو یه تاپ زدم تو فرق سینه داریم وسط سینش بهتر. دیل دراپ داشت که دیل دراپش برنمی داشتم بهتر بود، آخر ویدیو میفهمید. یه نفر باید اینجا لانچر گذاشته بود، من با خودم گفتم باته یا پلیره، به شک داشتم. خیلی وقتی کلاس گذاشت دیگه گفتم پلیره، ولی بات از این بهتر. اینجا زدمش، بعدش فینیشش دادم، یک بکم اومد اینو بذار شک کردم باته. بعد دیدم استاد جامپ زد، اینجا خیلی سفیدی بردم، خیلی یعنی یه میس میدادم تموم، الان کام تو لابی بودم. آره بعد آره دیگه داشتم میگفتم حمایت نمیشه و اینا.
بعد لانگ ویدیو هم نمیذارم بیشتر، برای اینکه همون بحث حمایت یکیشه هم بحث اینکه گیم پلی درست گیم پلی در میاد، یعنی آنچنان گاد نیست. من میخوام بهترین چیزا رو برای شما بهترین کانتنت ها رو برای شما در بیارم، بهترین کیلا، بهترین چیزا، نه اینکه بیام یه ویدیو درست کنم روش بذارم راش میدیم و میریم جلو. اینا چی و چرت و پرتی. بعد کانتنت در بیاد. اون که داره ویدیو میبینیم که برگامجی چه شاتی زد چی یاد داد فلان اله بله. اینجا هم این طرف هم خیلی سفید بود و نمیمون. حالا تو شات زد 2 تا زدم بهش، ولی اینجا دستشو خوندم اومدم از اینجا پریدم بیرون، ترپ انداخت سریع رفت فرار کرد رفت این بالا. اینجا هم یه ترپ انداخت که سرعت ویدیو زیاد. بچه ویدیو کات اصلا نداره، فقط سرعت ویدیو رو زیاد کرد. اولش هم دیدین کات خورده، اونجا داشتم گان برمی داشتم دنبال انمی میدویدم که دیگه اونجایش که زدمش بعدتون گذاشتم اون فرار اول ویدیو همش کردیم. فرار آنچنان خوبی نبود، ولی طرف با آتیشی افتاده دنبالم، یه جوری دنبالم. این همون یارو که طرف داشت یکی زدش، منم نگاش نمی‌کردم که کیلدوزی می‌کرد. آره اینم همونه که ولبنگ خورد نبود، خیلی سفید. این پیامو چی آجی؟ شما هم از این پیامو فشار می‌خورید؟ گوشی پلیر از این پیامو فشار می‌خوره. یهو می‌خوای ایم کنی، نقشه بزنی، کلاس بزنی، دستت میره روش. وای حالا گوشی من یه جوریه وقتی پیامی میاد دستم میره روش، نصف صفحم بازی میشه، نصف صفحم اون برنامه‌ای که باز شده. بعد وقتی برنامه رو میبندم صفحه گوشیم کوچیک میشه، اصلا همه چی میره تو. مثلا دکمه ریلودم میره تو، تیر زدنم تو، اسلایدم تو، همه چی نابود میشه. آقا اینا تو زون موندن، زونگیر شدن و یه اسکواد رفت لو. همون اسکوادی که اونجا بود، همون طرف والبنگی هم اونجا بود، همون که سفید بود. یکی در رفت اینجا. اینم هدشات دومیه که هدشاتش آنچنان گاد نبود ولی باحال بود، یعنی خوب بود. اینجا اینو زدم رفتم گاناشو بردارم، یعنی چیزموزاشو بردارم، لوتشو. یهو دیدم 2 نفر از اون ته خط منو دارن، یکیشون دیل فلش بنگ. اینجا من می‌خواستم اسموک بندازم نمیشه، استرسی قد شد. یکیشون دیل فلش بنگ، اون یکی هم که دیل عادی. اینجا این هد بود که من نمیدونم چرا باگ کرد. مثلا میگم این دیل رو چرا برداشتن، دیل عادی بود هد نیست. آره این از اولیش. دومی هم طرف رفت پشت سنگ، اونو حالا نمیگم هد بود، نه اصلا خورد بهش، نه نخورد، یعنی نزدم بهش اصلا. بعد اینجا دیگه زون مشتی هم با اونا بود، من بدبخت بر راش میدادم تو اسنایپر چالنجر. خیلی زون فصل خیلی زون فصل دمیج دادم میده. آره دیگه راش دادم رفتم جلو. اولی اومد یه دونه بهش زدم، یه سر 50 تا اومدم باش فایت بدم، طرف کامپت رفت پشت سگ کاور گرفت و یارش با اون یه لازم پشت داشت منو میزد. اینم آرمورشو زد، اونم به من زد یه دونه، بستم رفت، داشتم آرمورم میزد. یا کو زون چقدر فست من. اینجا اشتباه من این بود که ریواند زدم، علاوه بر اینکه ریواند زدم یه اسلاید تو زونم زد دیگه، اینجا مردم. و آره دیگه خیلی چرت و پرت باخت. بچه‌ها ممنون میشم که از این ویدیو حمایت کنین. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ. پیس اوت.